السلام علیکم. امروز هم یک خبر خوش است با کسایی که همیشه ما را تعقیب میکنن. خبر چیست؟ من در ولایت قندهار هستم. الحمدلله به همراه برادرای استاد هستم که اینا همراه ما دیگه کار خواد کردن یک روز ان شاء الله. در چی کار خواد کردن براتون تشریح میکنم. این زمینی که شما میبینین تقریبا 50 جریب زیاد است. این ما به خاطر 10 سال اجاره گرفتیم. ان شاء الله در این زمین ما پروگرام زراعت و مالداری خواد داشتیم. چرا زراعت و مالداری انتخاب کردیم؟ به خاطر که ما 6 ماه پیش کدام وقت در افغانستان آمده بودم، 8 ماه پیش ما 14 ولایت سفر داشتم و دیدم در افغانستان چی امکانات داریم داخلی که ما رو میتونیم استفاده کنیم و بتونیم که امت در کشور تقویت کنیم. متاسفانه اکثر نهادهای خیریه اگه او حتی یون هم است، دیگرام هستند، اینا تمرکزشان سر چی می باشه؟ سر مواد خوراکی، سر پیسه نقد، لیکن فردا اونا پس گوش نستن. سازو فکر نمیکنن که به این جامعه ما چیزی بکنیم که اونا سر پای خود ساد شوند. به می خاطر قمر که از مردم ماشاءالله همیشه سپورت میکنن و دلیل چرا سپورت میکنن؟ به خاطر که ما کار ما مختلف است، مثل دیگران نیست و ماشاءالله بنیاده هستن که ماشاءالله واقعا کار خیرم میکنن و کاری که ما میکنیم از اینکه بهتر کار میکنن. در این زمین در این 50 جریبشان ان شاء الله ما زراعت خواد داشتیم مختلف و در اینجا تقریبا 50 نفر برشان کار پیدا خواهد شد و در این زمین ما مالداری خواد داشتیم مثل مرغ، گاو و گوسفند و این مالداری کم یک چیز تغییرات داره. تغییراتش چیست؟ ما میخوایم که یک گاو را به نام یک یتیم کنیم. چرا این کار رو میخوایم بکنیم؟ به خاطر که یتیم که ما کفالتش میگیریم، قمر الحمدلله از 12 تا زیاد یتیما داره، لیکن در این اسپانسرشیپ پروگرام یک مشکل است. چی مشکل است؟ که ما اینا را اسپانسر میکنیم، کفالتش به گردن میگیریم، لیکن به اینا سرمایه جور نمیکنیم. همین یتیم کدام وقت که 15 ساله میشه، 18 ساله میشه، از پروگرام میبره، چی کنه؟ و پس سرک بره؟ چی کنه؟ یک سوال بسیار خوب است. ما پلان جور کردیم ان شاء الله که در ولایت لغمان، بدخشان، همینطوری قندهار، دیگه ولایت‌ها ما باید به اینا مالداری و زراعت بندوبست بکنیم. در این ولایت‌ها ما می‌خوایم به اینا یک سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه چه رقم است؟ یک گاو زراعتی باش خریده میشه و او به یتیم داده میشه که او گاو هر چیزی که اینکم داره، اگه او از شیر است، اگه او از گوسفندش است، هر اینکمی که داره او ملکیت او یتیم است. او یتیم حق داره که او گاو بفروشه، نگاه کنه، لیکن ما کفالت چه میکنیم تا بتونیم او گاو نگاه کنیم، کلانش کنیم و اینکمی که میای به فامیل یتیم تسلیم کنیم. به خاطر یک گاو میتونه بسیار راحتی یک فامیل سپورت کنه، یک گاو خوب. و کدام وقت که 18 ساله میشه فکر کو که 18 تا گاو داره و یک گاو $2000 $2 افغانی بسیار عادی فروخته میشه. یک سرمایه گذاری بسیار خوب است. او را میتونه که بفروشه، زندگی به خود شروع کنه، آرزویی بکنه و خانه بگیره. و این سرکلی که همیشه جور شده از غربت، از سالا 40 سال 20 سال میتونه دمیجه قطع شوه. به می خاطر ما این پروگرام داریم. الحمدلله می پروگرام در لغمان هم هست، همین پروگرام در دیگه ولایت هم هست و همیالی ما در قندهار هستم. کسایی که میخواین پیسه زکات رو دیگه استفاده کنن میتونن، به خاطر که ملکیت گاو به دوش خانواده یتیم است، سرما نیسته. اونا حق دارن که بمرای گاو چی بکنن، ما فقط نگاهش میکنیم دیگه برش. و کسایی که میخواین یک گاو نمیتونن بخرن و میخواین رو بمرای پروگرامای قمر یک جای شون و برادر ما باشن، در تیم ما باشن، در هلپرز کلاب باشن، در انصار باشن، میتونن همین لینک پایین ببینن و خود حساب کنن. ماهانه $5 $10 1000 نفر خود حساب کنن و میتونیم که هزارات جریب زمین بگیریم و به زیاد مردم خدمت کنیم ان شاء الله. و همچنین رو گفتم میتونم که ما به این زراعت و زمینداری یک خاص فیسبوک پیج خود داشتیم، سوشال میدیا اکانت خود داشتیم. کسایی که دیگه ما زیر کار داریم الحمدلله مسلکی هستن، دکتر هست، استاد هست، کارگر هست، از اونا نظرات خود گرفتیم که با مردم شریک کنیم تا بتونن همچنان در بخش مالداری و زراعت سرمایه‌گذاری کنن. به خاطر به نظر شخصی ما امروز کسی که میخواد افغانستان سرمایه‌گذاری کنه باید در زراعت و مالداری سرمایه‌گذاری کنه و ان شاء الله اینطوری برادرای بسیار خوب سپورت شون. و امروز که اینا که امروز قدر در این حالت هستن، اقسم بالله از ما پرسان خواهد شد که به امروزی چی کردی و میتونم تا فردا صحبت کنم که چی پرسان خواهد شد، چطور خواهد شد. به می خاطر اگر شما میخواین اینطوری شده آینده خوب داشته باشن، لطفاً به همراه قمر یک جای شوین، به هلپرز کلاب اشتراک کنین و هر ماه از ما راپور بگیرین که به همراه پیسه خود ما چی کردیم. اگر کدام ما راپور ندادیم، به خودت قناعت بخش نبود، ایمیل کو و پیسه دبل از ما بگی. این چالش از ما و این چالش خودت که خودت ثبت نام میکنی نمیکنی. عالی، انتخاب از شماست.